تا حالا به این فکر کردی چه چیزی پشت شخصیت قدرتمند دونالد ترامپ هست که هم دوستداران سرسخت داره و هم منتقدان فراوان؟ یا اینکه چرا یه نابغه تکنولوژی مثل ایلان ماسک که خیلی چیزا رو درباره آینده میدونه داره از ترامپ حمایت میکنه؟ تو این ویدیو قراره به صورت عمیق به شخصیت ترامپ، باورهاش در مورد ثروت، اعتقاداتش و دلیل حمایت ماسک از اون بپردازیم. من مطمئنم بعد از این ویدیو نگاهت به این دو نفر خیلی تغییر میکنه. پس همراه من باش تا به رازهای پنهان پشت این شخصیت‌ها پی ببریم. ترامپ از همون جوانی وارد دنیای کسب و کار شد. اون هم نه هر کسب و کاری، بلکه کسب و کار پر ریسک و پرچالشی مثل املاک. چیزی که ترامپ رو از بقیه کارآفرین‌ها متمایز میکنه، روحیه جنگندگی و اعتماد به نفس بی‌نهایتشه. اون از همون ابتدا معتقد بود که برای موفقیت باید ریسک کرد، شکست خورد، ولی با قدرت بلند شد. تصورش رو بکن، یه جوون که به گفته خودش فقط با یه قرض کوچیک از پدرش شروع کرده بود، تونست امپراتوری مالی عظیمی بسازه. ترامپ همیشه میگه اگه میخوای موفق باشی، باید شکست رو به عنوان یه درس بپذیری، نه یه مانع. ولی آیا فقط اعتماد به نفس کافی بود؟ نه، پشت این موفقیت یه سیستم قوی از رهبری و مدیریت هم هست. ترامپ همیشه خودش رو رهبر قاطع میدونه. معتقده اگه یه تصمیم گرفتی دیگه نباید دچار تردید بشی. شاید به همین خاطر بود که در دوران ریاست جمهوریش تصمیمات سریعی گرفت که خیلی ها رو متعجب کرد. ولی از نظر ترامپ اگه تصمیم گیرنده نباشی بازنده‌ای. بیایم یه نگاهی بندازیم به باورهای ترامپ در مورد پول و ثروت. هم ویدیو رو لایک کن و هم ادامه رو از دست نده. ترامپ همیشه ثروت رو به عنوان یه ابزار میبینه، نه یه هدف. اون معتقده اگه تمرکزت رو بذاری روی ایجاد ارزش، پول به دنبالش میاد. و خیلی مهمتر از اون، ترامپ به ثروت به عنوان یه وسیله برای قدرت نگاه میکنه. از دیدگاهش ثروت یعنی کنترل. شاید برات جالب باشه که ترامپ توی کتابهاش و مصاحبه‌هاش همیشه میگه پول خودش یه بازیه. هر چقدر بیشتر یاد بگیری، بهتر میتونی این بازی رو انجام بدی. برای ترامپ مهم اینه که همیشه یه گام جلوتر از بقیه باشی، چه در کسب و کار و چه در سیاست. ترامپ خودش رو به عنوان یه مسیحی معرفی میکنه و همیشه بر این تاکید کرده که ایمان به خدا و داشتن یه ارتباط معنوی قوی میتونه به یه نفر کمک کنه تا توی بحران‌ها و چالش‌های زندگی پایدار بمونه. ترامپ بارها در مصاحبه‌ها گفته که ایمان به خدا باعث شده در لحظات سخت قدرت بیشتری پیدا کنه و ادامه بده. جمله معروفی در کتابش داره که میگه من خودم و خدای خودم رو باور دارم و فارغ از این که دیگران چه نظری درباره من دارن، من بر اساس آنچه عمل میکنم که درونم به من میگه. یکی از جالبترین بخش‌های زندگی ترامپ خانواده‌شه. با وجود زندگی پر از چالش و هیجان، همیشه تلاش کرده نقش مهمی تو تربیت و پرورش فرزندانش داشته باشه. فرزندان ترامپ مثل ایوانکا و دونالد جونیور نه تنها در کسب و کارهای خانوادگی فعال هستند، بلکه در سیاست هم به شدت حمایت از پدرشون رو دنبال میکنن. ترامپ همیشه میگه خانواده براش مهمترین داراییه. شاید همین ارزش‌ها باشه که باعث شده روابط خانوادگیش اینقدر قوی باشه. اگه میخوای دلیل حمایت ایلان ماسک از ترامپ رو بدونی، ادامه ویدیو رو از دست نده. شاید یکی از عجیب‌ترین اتفاقات سیاسی این انتخابات حمایت ایلان ماسک از ترامپه. ماسک که خودش یه نابغه تکنولوژی و خالق شرکت‌های بزرگی مثل تسلا و اسپیس ایکس هست، در بعضی موارد از سیاست‌های ترامپ دفاع کرده. یکی از دلایل اصلی سیاست‌های اقتصادی ترامپ هست که به شدت از کسب و کارهای بزرگ و نوآوری حمایت می‌کرد. ترامپ با کاهش مالیات‌ها و کاهش مقررات دولتی فضایی رو فراهم کرد که شرکت‌های مثل تسلا و اسپیس ایکس بتونن رشد کنن و پروژه‌های بزرگتری رو به اجرا بذارن. ماسک همیشه دنبال آزادی عمل و کاهش مقررات دولتی بوده.
چون معتقده که اینطوری نوآوری سریعتر اتفاق میفته. در دوران ترامپ صنعت فضایی آمریکا رشد چشمگیری داشت و اسپیس ایکس به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه بهره برداری زیادی از این سیاست‌ها کرد. همچنین هر دو شخصیت باور دارند که موفقیت از طریق ریسک پذیری به دست میاد و نقطه مشترک هر دو اعتماد به نفس بالایی که دارند. ماسک در مصاحبه‌هاش بارها به این موضوع اشاره کرده که شکست‌های متعددی رو تجربه کردم، اما هر بار با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتر به کار خود ادامه دادم. توی کامنت ها بنویس آیا ترامپ توی انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا برنده میشه؟ یادتون باشه در تفسیرهای منطقی به دنبال قوانین موفقیت نگردید، بلکه اون قوانین رو درون باورهایی بجویید که فرد رو دست به عمل میکنه، حتی زمانی که همه چیز در ظاهر علیه او باشه. بعد عزت نفس هدایتگرش به تنهایی از عهده همه چیز برمیاد و جهان رو با تمام قواش حامی او در رسیدن به خواستش میکنه. به همین دلیل ترامپ با اینکه هیچ قواعدی رو رعایت نمیکنه، هیچ فاکتور واضحی برای ریاست جمهوری در اون دیده نمیشه. فردی که نه تنها دنیای سیاست رو نمیشناسه، بلکه رفتارهای مناسبی هم نداره و از نظر دنیای سیاست فردی کاملا شکست خورده در قاعده بازیه. فقط به نیروی هدایتگر درونیش اعتماد میکنه و بر اساس سبک شخصی خودش و باورهاش پیش میره. همه جهان، حتی مخالفاش نیز بهش کمک میکنن تا به هدفش برسه. پس انسان میتونه به هر آنچه میخواد برسه اگه باورهای مناسب رو در خودش ایجاد کنه و هیچ قالب محدود کننده ای رو نپذیره. اگه تصمیم بگیره فارغ از چشم همچشمی های عرف و نیاز به تایید دیگران، رابطش رو با خدای درونش بسازه. اگه تصمیم بگیره آنچه رو که نمیخواد و دوست نداره نادیده بگیره و فقط بر آنچه میخواد متمرکز بشه. ویدئوی جذاب بعدی در مورد اینه که چرا آمریکا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. پس دیدن اونو از دست ندید.